3 2 1. واک وانز. دفعه دومه که این رو میگیریم برای بچه. چرا کلاه مگرخم چی آمده؟ امروز در صنف بودیم، خب در دویچ کورس بودیم، بعد کلاه ما کشیدم، همه کور شدن. نه کلاه ما کشیدم آلی با خاطر که یک کمک ذره تازه چیز است قدر خوبش معلوم نمیشه. هم کلاسی ها یک دفعه یکی گفت او تو موی داری، یک دفعه کلگی دور خوردن. خب در خودت خوردی؟ یعنی که چی مگه روی کانفیدنس تأثیر ماند؟ احساس مقبولی میکردم بعد از او که به هر حال اپیزود 8یم او جوان 8 رسیدیم. 8 تا اپیزود. تو یک رقم میگی 8 رسیدیم، فقط بگی که روی اپیزود 100 تو پلان ریزی نکدی. دیره بیار چی گپا؟ چرا مایکت رقم آیسکریم وارسته؟ میخوای چی بفرستم برات لیست بزنی؟ چرا ساس میشه؟ ساس نبود دیگه، آیسکریم مردم چی کار میکنن؟ یا خدا. اوکی جمپ کنیم روی اصلی موضوع. اینی را میخواستم بگم برای بچه، قراره که از این بعد یک تغییرات خیلی جزئی داخل پادکست بیاریم. بگو چه تغییراتی؟ من رو 2 دفعه گفتم، این دفعه بگویم فیک معلوم بشه. نه که دفعه اول خیلی زدنی بود. به هر حال قراره بچه‌ها که از این بعد پادکست کاملش داخل اسپاتیفای و یوتیوب میمونیم مثل نرمال، ولی کلیپ از مثلا هر موضوعی که مختص درباره صحبت میکنیم، چه 2 دقیقه، چه 5 دقیقه، چه 10 دقیقه، چه 15 دقیقه، تیکه تیکه میمونیم داخل همزی چنل و میتونین شاید آدینس بیشتری را ریچ کدیم. یک دیگه درخواست خود مخاطبان بود دیگه، مثلا من چند تا کامنت خواندم میگفته که شما ویدیوهایتون چرا اینقدر بلنده درازه. خب پادکست همینه دیگه، پادکست است دیگه، پادکست است. نمیشه که 10 دقیقه بیای حرکت عادی رو بزنیم. پادکست عادی رو دیدی حاشیه آرک پوشش مته بازنشته میکنه باش هادی پادکست، اسچ پادکست، دری رپ پادکست، همین یک چیزا هست. ما پشمای بره هادی رو نلگم، هادی از خود ماست. بچه برین کانال هادی رو یک سر بذارین، حرکت های جالبی میزنم. اوکی این هفته در مورد چی میخوای صحبت کنیم؟ این هفته یکم ذره میخوایم بریم سراغ روانشناسی و روانکاوی. اوکی بحث اولی که من میخوایم درباره شکم صحبت کنیم ابسشن است یا وابستگی به هر چی. وابستگی از برای بچه ها، از دخترها برای دخترها بچه ها، وابستگی به مواد مخدر، وابستگی یکی مثل من آبجکت، مثلا من خیلی در کفشای خود وابسته هستم، یکی مثل تو خیلی وابسته هستی در لپتاپ و مایک و گوشید. حالا دیگه یک چیز گفتم دیگه نلگم. خلاصه درباره ابسشن صحبت کنیم. اوکی قصه که دیگه تا حالا شده که کدی یک نفر فرقی نمیکنه دختر باشه بچه باشه آشنا شده باشی، خب مثلا در برخورد اول یک رقم ازش خوشت به که مثلا خیلی احساس نزدیکی کنی کدش، خیلی وابسته شوی در لیولی که ابسست است. نه در لیولای پایین ابسست، مثلا اگه در لیولای از 1 تا 10 بگیری در لیولای خب ابسشن همون مثلا لیول 8 تا 10 من ابسشن محسوب میکنم. مثلا دیدی یک شو بود نفر چیکار میکرد 6 تا نفرها رو آورده بود طرفدارای تیلر سویفت، بعد اینا رو ازش پرسان میکنن از یک دیگه که مثلا اسم گربه های پیشکای مثلا تیلر سویفت چیست، مثلا چند تا بیادر داره، چند نفرن، در کجا کلان شده، تاریخ تولدش چیست. اینی دیگه ابسشن است، اینی دیگه وابستگی بیش از حد است. درست؟
ولی ای که در روز اول قد نفر کلیک کنی، کلیک یعنی مثلا فازش بگیری، فازت بگیره شده. باز مثلا یک پیکچری از اون نفر در مغزت داری، خودت طراحی کردی. هنوزم در تماسی؟ نه، ما کلا یک مثال بزنم. خب یک نفر مثلا برای اولین بار میبینی، فکر کن در یک پارتی، کل شب پارتی رو با هم هستین، صحبت و بگو و بخند و کلا یک جنبه پازیتیو نفر میبینی. باز دمازو جنبهش یا دمو چی میگه شخصیتش کلا تو ابسست میشی یا وابسته میشی. باز از همونجا به بعد مثلا ادامه شخصیت از اون نفر تو در کله خود جور میکنی، پیکچر میکنی. خب بعدن از اون نفر تو یک حرکتی رو میبینی یا که یک حرکتی میزنه که تو اصلا انتظارش نداشتی، کلا روی کانفیدنت و روی اعتماد به بقیه خیلی تاثیر محکم میمونه. مثلا میگی فاک، مثلا از یه انتظار نداشتم همچین حرکتی رو بزنه. میگیری چه میگم؟ یا احساس میکنم تو داری از یک تجربه خیلی شخصی صحبت میکنی. اتفاق افتاده؟ نه من امروز یک دانه چی رو داشتم سعی چیکار منی تو؟ دارم لایتینگ خود پیدا میکنم. امروز یک دانه ویدیو سعی میکردم در خیلی یک بحث جالبی را چی میکرد توضیح میداد. ای که یک آدم مثلا میتونه 1000 دانه تصویر از خود داشته باشه یا بیشتر از 1000 دانه تصویر. مثلا علی ایتیچ برای خودش یک علی است، از نظر من علی ایتیچ یک علی دیگه است، از نظر مخاطبا یک مثلا هر اندیوید چی میشه؟ هر فرد یک تصویر خاص از علی ایتیچ داره. باز اما جمله معروف سابقه دیگه میگه که در ذهن هر کسی تو یک ورژن متفاوتی از خودتی. آفرین. باز من در مزید فکر میکردم که مثلا یک نفر تو کتش اندوالی میکنی، باز امو ورژنی رو که در سر خود داری از اون نفر، او مثلا ورژن درستی نیسته که اون نفر خودش میخواه باشه. باز مثلا همچین شایدم بخواه ولی ورژن واقعیش نیست. ولی هر کی میخواد یک ورژن فیک خوب خود نشان بده. آهنگ بود 3-4 ساله بودم، کاکایم زیاد گوش میداد. 3-4 ساله بودی؟ یادت میاد؟ یکی از بدیهای باهوش بودن. من یک خاطره ای را برای مادرم تعریف کرده بودم، همگی تعجب کرده بودن، میگفتن ما او روزا را مثلا به سختی در یاد ما میاد، تو چه رقمی او روزا در یادته؟ به هر حال بچه‌ش ما یعنی وسط گپت ما این سنای 11 سالگیم سیاه‌وسفید در یادم میاد، خیلی کم 12 سالگی سیاه‌وسفید نه، از ما اتفاقا فقط کافیه که یک رشته خاطره‌ای را در دستم بیتی، او روزا برات کامل تعریف میکنم. اتفاقا یک روز ما و مهدی انسل ادیتور ما همین تو یک قصه آمد، گفت امروز که شاه رفتیم انتحاری شد، یادت هست؟ از اول تا آخرش برش تعریف کردم. یک 10 دقیقه گذشت، 10 دقیقه که چوسی آمدن 2 دقیقه. همین تو در آسانو سعی میکرد، همین تو با دقت برش تعریف کردم، آخر سر اشتری میکرد سنو سعی کرد گفت بیشتر بزن. دیدی اونایی که حافظش هم بعد میگه کمتر بزن. حالا 3-4 ساله بودم، او زمانا کاکایم خیلی سیاوش قمیشی گوش میداد، آهنگ نقاب، فهمیدی؟ میگه صبح که از خواب پا میشی نقاب به صورت میزنیم. او زمانا یک زر میگرفت من همی آهنگا، احمد ظاهر زر میگرفت. اینال تازگی هم میک سنس میکنه نه؟ اینال میگه my coochie pink, my butthole brown. سکی
تو خودت چه رقمی؟ مثلا دوست داری او آدمی که تو هستی رو واقعا ببینن، یا نه برای هر کسی دوست داری یک کاراکتری باشی که اونا میخوان تو رو ببینن؟ والا به نظر من کل آدم ها هم رقمی است که یک کاراکتر را نظر به کاراکتر طرف مقابل خود تنظیم میکنه. مثلا یکی هست هومور خوبی داره، هومور در سویدنی میشه هیومر خوبی داره، مثلا کدش میگی میخندی، کد از اون طرف دیگه نمیشه تو کاراکتر خشک داشته باشی. یکی هست که مثلا کاراکترش خیلی جدی است، تا روبرو میشی درباره سیاست تو نمیفهم اوضاع جهان از چیزا کد صحبت میکنه، کد از تو نمیشه که بگی سلی سکی دیگه. یکی مثلا منظوری میسته که کاراکتر هر کس که کدش آشنا میشی مطابق کاراکتر از او خود تنظیم میکنی. من یک تئوری دارم. دفعه اولی که یک نفر میبینی تون کل رفاقت تانه یا آشنایی تانه اونمو ست میکنه. این تئوری تو درست است. البته امکان داره مثلا یک سری اتفاقات خیلی عجیب غریبی رخ بده که مثلا او تراجکتوری و مسیر از او رو تغییر بده. خب ولی معمولا مثلا تون مشخص میکنه. چون فرض مثال یک نفری رو که در پارتی کردن میبینی، فرداش بیای در مورد سیاست صحبت کنه میگه جمع کو شو بریم فلان جای. خب یا یکی رو که مثلا در صنف علوم اجتماعی میبینی سخت بازو درباره چه میفهم یگان چیز دیگه که خارج از مبحث باشه. ولی خب بازم میگم بازم بستگی در نفر داره. سرم از صنف علوم اجتماعی هم نفر میبینی میای میگه اونو look at that body my brother. فهمیدی؟ اونمو تون رفاقت مثلا چی میکنه یا تون آشنایی را. یا حتی مثلا دیدی تو هر چقدر که برای فرض مثالش میگم تو اولاددار میشی و برای پدرت میگم برای اولاد تو هم میشه یک سنگی، هرچند نه من پدر هستم نه تو، البته شاید تو پدر باشی خودت نمیدانی. شایع است من تکذیب میکنم. و تو برای بچه‌ت همیشه مثل یک سنگ، یک کوهی. خب ولی پیش پدرت تو نمیتونی او حس کوه را داشته باشی و برعکس مثلا پدرت باید حس کوه برای تو داشته باشه. میدونی؟ خیلی جالبه. ولی بحث سر ابسشن، از ابسشن اگه در بیاریم دوباره، من شاید یکان چند وقتی را به یک ایده مثلا وابسته بودم. شاید هنوزم رزیجوال از او، یعنی رزیجوال چی میشه؟ او هرچند بزرگ شدیم، کلان شدیم، سنی از ما گذشته و واقع بینانه تر مثلا دنیا رو میبینیم، ولی بازم بخشی از او ابسشنه هنوز مانده که فرض مثال موفقیت بزرگ، نه مثلا هنوزم میخوایم موفق باشون در زندگیم، ولی حالی یک کمک ذره واقعی تر. ولی زمانایی که چه میفهمم 13 یا 14 سالم بود، همون زمانایی که تازه رپ و اینا رو شروع کرده بودیم، چیزی که ابسس بودم دربارش همین خیلی خلاصش بگم زندگی هالیوودی، زندگی راکستاری. درست؟ ولی هرچی بزرگتر میشی میبینی که 8 میلیارد آدم در روی زمینه، تو جزء ای لیست اگه بخوای حساب شئی، یایی که خیلی خوش شانس باشی، یایی که خیلی 10 برابر از او چانسه زحمت بکشی. اوکی. من اونو وابستگیم بود. جالبه. والا او لایف استایل هالیوودی و از چیزایی که در سن پایین فکر کنم همه داشتن، همه بعد چند دونه سریال و چند دونه فیلم همه ابسس شده بودن. که مثلا من در سنای 11-12 سالگی وقتی که عاشق ومپایر دایریز بودی. آفرین.
نمیدونم کلن در کله می رخمی بود اوکی ما ترانسالوانیا اگه برم حتما یک دم ومپایر میبینم. یا که کجا بود The Originals سریالش در کجا بود؟ نیو اورلینز. اورلینز کلن برای ما یک سیاره دیگه بود. گفتم میشه چقدر جالبه ولی نه مثلا بعضی وابستگی ها مثلا میشه انتقال هم پیدا کنه. مثلا فصلای اول ومپایر دایریز از کامپیوتر تو گرفتم فکر کنم آورده بودی ویندوزش چنج کنم. اول تو گفتی مثلا وابستگی ما چه میدونم میکروفون و لپتاپ و تو چیزا است دیگه و دیگه ما از اون لحاظ میشه گفت وابستگیم تکنولوژی است. شاید و تنها دلیلش هم ایسته که احساس میکنم سرم تمویل شده بود از خردترکی. حتی مثلا خوانندگی هم احساس میکنم تمویل شده دمه. چرا؟ مثلا مادرم میگفت او بچه‌م کلان شوه خیلی دوست دارم نوحه خان شوه بیا نوحه خان تحویل بگی مادر جان. ای خدا. مثلا تکنولوژی هم چه رقم بود مثلا میگفتن آره علی کلش خوبه علی اینا رو زود یاد میگیره علی کارو میکنه علی او کارو میکنه تا ای که دیگه تمویل شد. مثلا هر مراسم خانوادگی که میشد مثلا کامرامین کی بود؟ ما بودم. یادم میاد در عروسی خواهرتم کامرامین بودی. نه در عروسی خواهرم نبود. عروسی عمم بود. آفرین. آره بچه‌هات آمده بود تازه از سوئد آمده بود یک سلام علیکی دیگه و دیگه یک سروز داغونی هم ما داشتم میگه بابا ما علی ایتیج میشنیدیم فکر میکنیم قل لیموزین تا و بالا میشه. یارا که میلی باسی طرف میلی باس هم خود لیموزینه دیگه. نه تونس بود تونس. به هر حال خب از بحث ابسشن میخوای کجا بری؟ سگوی کو باشه یک موضوع دیگر هم چی کنم. تو یک آدمی هستی که مثلا سریع ابسست میشی در فکر کو چی رو بگم سریال یک سریال شروع منی 2 اپیزود میبینی دیگه او رو نمیتونی الا کنی دیگه ریالیتی چکت هم کلن کار نمیکنه که مثلا ساعت 12 بجه شب از صبح ساعت 7 بجه تو مثلا باید بخیزی بری سر کار یا مکتب یا یک برنامه ای داری ولی تو میگه باشه همی اپیزود هم سعی کنم دیگه اون رقمی سعی میکنی یک وقت سعی میکنی ساعت 4 بجه صبح شده میگه فاک تو شده اون رقمی شوی یعنی؟ آره چند دفعه من زیاد شده ریالیتی چک آدم ریالیتی چک هم خیلی جالبه. من میاله مثلا 2 روز شده کورس نرفتم دویچ کورس. موضوع بعدی ریالیتی چک. میبینید چه ترانزیشنی میدم در بحث اصلا سگوی تالی بود دیگه میگن سگوی. من جمعه هم نرفتم امروز دوشنبه امروز هم نرفتم فقط به خاطر از این که دیدی مثلا یک آدم اگه پلان نداشته باشه اگه پلان منظورم دی پلان است نه مثلا پلان دراز روتین روتین اگه نداشته باشه زندگیش انتو مثل چی وری تورنیدو وری اسپایرال میکنه میره داخل سیفون تشناب. چطور سیفون میگن چی میگن مثلا سایفن میشه دیگه خلاصه. تو چطور میگی روتین نداری؟ من نه چرا روتین دارم ولی خب مثالش یک چند روز میشه مثلا روتینم تغییر کرده بعد او ریالیتی چکه کار نمیته. مثالش هم اتاقیم دارم میره که جایش یکی دیگه بیا این چند روزی که اینه است مثلا کسی نه ساعت 4 صبح فرض مثال قال مقالک کنه که مثلا من بفهم اوکی ای مثلا کیو ام است که من خواهد شوم چون مثلا تا 4 صبح بیدارم معمولا نفر که میخواه میره سر کار باز من خواهد میکنم بازو که پس میام من میرم دویچ کورس گرفتی؟ یعنی ساده ترین فرم مثلا دی پلانه خب ولی باش زمانایی که سر کار میرفتم و فرض مثال برای تعریف کنم
4 صبح هر رقم شده از خواب میخستم. اوکی. آمادگی بگی قهوه جور کو، غذایی که قرار است روز بخوری را داخل مثلا پلاستیک مایکروویو بلبان، بایک و دیگر بسته کو، اسکوترم شود شارژ زدگی بکش، برو سمت کار تا پس میایی دیگه. کم کم روزای اولش یک ذره سخت بود ولی بعداً دیدی انمی تبدیل شد در یک روتین. پس که میامدی میگفتی اوکی، روزای اول خسته بودی فقط میخواستی بخوابی، ولی بعداً دیدی که اوکی ما مثلا اینالی تا ساعت 8 بعد از ظهر وقت دارم، ساعت 3 رسیدم، 5 ساعت چیکار کنم؟ بیا مثلا ویدیو میگیرم، بیا یا مثلا تکست نوشته میکنم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم. یعنی روتین داشته باشی، ریالیتی چکت همیشه هست. مثالش اینال من میخوایم سر مستند کار کنم ولی چون روتین ندارم و نمیفهمم که چند ساعت از روز داره تر میشه، فقط وقت خود تلف میکنم. اگر روتینه رو میداشتم، فرض مثال حتی یک جیم اگه میداشتم، خب دلیلی هم که حال جیم نمیگیرم که نمیفهم بر تو نگفتم به خاطر از اینکه احتمال داره 1 ماه دیگه از اینجا کوچ کنم، احتمال داره مثلا 2 ماه دیگه از اینجا کوچ کنم، معلوم نیست. نمیخوایم مثلا داخل یک جیمی برم که باز 1 ماه بعدش 2 ماه بعدش برم بگم ممبرشیپ مرا کنسل کو. ممبرشیپ کنسل کردن هم دیگه چی درد سرایی داره، مگر اینکه یه زنجیره ای رو پیدا کنم. بهانه خوبیه. باز خب بهانه پیدا کردی که خود قانع کنی. نه واقعیتش نمیشه. خب ما بارها گفتم حداقلش مثلا صبح آدم میتونه دوش بره. اینجا بغل ما یک پارک خیلی بزرگی هست، میتونی مثلا 3 لپ بدوی 10 کیلومتر میشه خودش. خب چند دفعه دویدی تا حالا؟ پارسال میدویدم آجی، پارسال میدویدم. چی دروغ بگم؟ دیگه میگه باز قضیه ابسشن میشه، نمیخوای بری هر روز بدوی چون قراره که 1 ماه دیگه از اونجا کوچ کنی، باز نمیخوای که در از اون لب ابسست باشی. حالا یا بهانه است یا هر چیزی، ولی خب چون سابق که بود سر صبح باید بیدار میشدم، سر صبح دویدن خیلی راحت است، نه کسی است، هوا خوب است، راحت تر میدوی. اینالی چون مثلا 12 بیدار میشم تا از کورس بر میگردم، نصف شبم بدوی دوز گفته خاطر فهمیدی. نه دیگه اینا کلیش sounds like بهانه to me. اوکی. یک سوال دیگه، رنینگ شوز هم ندارم. کفش دوندگی دیگه نایکی تک هم ندارم. از قاطع امازی گپایی که زدیم یک سوال جالب در سر من آمد. به نظر تو استرس روتین داشتن زیاد است یا استرس بی برنامگی؟ روتین نداشتن. آره مثلا استرس روتین نداشتن. مثلا وقتی که روتین داری ساعت 10 شب تو باید خواب شوی، 10 دقیقه میشه تو استرس میگیری، دیگه فکر میکنی که من چرا خواب نکردم، مال ساعت 10 بجه شده، باز دمازی فکر تا ساعت 11 بجه هستی. همینطور استرس میته. وقتی که روتین نداشته باشی استرس دیسته که بی برنامه هستی. بعدی روتین نداشتن نیسته که تو احساس لوزر بودن، بازندگی میکنی. فهمیدی؟ چون اگه تو برنامه داشته باشی، فرض مثال تو صبح سر کار میری، بعدش جیم میری، بعدش میای ویدیو میگیری، بعدش مثلا با بچه‌ها یک ذره صحبت میکنی یا با فامیل صحبت میکنی یا هر چیزی، درست؟ سوشالایز میکنی گفته بچه‌ها. و بعدش حتی اگه مثلا 11 شد 12 هم بازم تو را خواب میگیره، به خاطر که کل روز کلی فعالیت انجام دادی و بالاخره از خستگی خوابت میبره. خب بر من اتفاقا رخ داده و دیدی وقتی سر کاری، درست است شاید مثلا ماهی 1 بار اگر چنین اتفاقی بیفته، ماهی 1 بار شاید اینقدر خسته باشی که حتی الارم متوجه نشی و سر کار یا دیر بری یا اصلا نری. خب ولی اکثر اوقات حتی 10 دقیقه پیش از اینکه الارم روشن شد تو از خواب میخیزی. اینطوری هم شده برای تو؟ البته 10 دقیقه پیش شده. چون بادی کلاک میگن، چی میگن، ساعت بدنیت عیار میشه. چی یک واشایی بادی کلاک از 10 دقیقه پیش نیست، ساعت بدنی عیار میشه.
یار مگه یک چیز دیگه مانو نداشت. داخل پرانتز در دویچ کورس بودیم، داخل دویچ کورس بودیم، یک همکلاسیم برگشت تیرس دید ساعت عقبه. خب مثلا ساعت بود 3:15 ولی ساعت کلاس بود 15:05. این در دویچ برگشت گفت، استاد گفت که چیزا دی او هست فرشپیتونگ. خب که مثلا فارسیش حالا کسایی که آلمانی میدونن فهمیدن چیه، ولی فارسیش اینطوری میگه ساعت تأخیری داره. خب ساعت تأخیری داره. برو چه میخواستی بگی؟ یادت هست هنوز؟ نه رفت. ما تو میداری باید یک پتریان جور کنیم. خب هفته نیم ساعت بونوس درانک اپیزود بونیم. ولی وقتی با درانکم خیلی باحال میشه، در روی یک موضوع خیلی میتونم گپ بزنم. مثلا چی نمیشم، ADHD دی اکتیو میشه. آره از این پت دو پت نمیپرم، از پت دمت نمیپری. Yes baby double entendre. obsession دیگه. روتین آلی میخوای کجا بری؟ ریالیتی چک هم صحبت کردیم، میخوای یک کم داره دیگه هم صحبت کنیم روی ریالیتی چک. ریالیتی چک آجی دیگه، ریالیتی چک به نظرم این کلا نیاز داره به که بیشتر صحبت کنیم دربارش بعدن، یعنی نه امروز حوصله‌اش نداری. یکی دیگه بحث چون تاپیک لیست دیدم از خاطر باش که یک بحث دیگرم از قدم گپایی که زدی را بگویم. ای که میگه که آدمی بدون روتین حس لوزر بودن میکنه، ولی آدمی روتین دارم حس سلیو بودن میکنه. اتفاقا من اردوش تجربه دارم. مثلا وقتی که داخل روتین باشی احساس میکنی یک نفر دیگه داره روی زندگیت کنترل داره. فکر کن از مکتب بگیر تا کار، یعنی آزاد نیستی، فریدم خدا نداری. خب ببین دولت هایی که ما و شما داخلش زندگی میکنیم یا حتی کسایی که هر جایی باشن، خب تنها این نیست که مثلا بگیم خیلی ها هستن داخل ایران و افغانستان که آپشنی بجزی ندارن که برن سر کار. خب آپشنی ندارن، یعنی اختیاری ندارن، که لاکچری از این ندارن بشینن در خانه. ولی خیلی های دیگه هم هستن که داخل ایران و افغانستان مثلا پدرای پولدار دارن یا مثلا یکم بزنس های دیگه ای دارن، ولی چه زندگی سمونه. که یا فرض مثالش انتو یکی مثل تو هست در اروپا که از این طرف تمویل کنه نفر ما 200 یورو هم بر نفر رایی کنه و زندگیش تمویل است. خب خیلی ها هستن این رقم ایستن و اونا مفتخوری واژه بدی است ولی خب واقعا مفتخوری است دیگه. خب حالا دولت هایی که اینجا فرض مثال باش میگن برو درس بخوان، مفتخوری نه گشاد پرور. خب حالا بحث اینجا رو دارم میگم مثلا اینجا اگه سر کار نمیری در عوضش مثلا اگه درس نخوانی ما تحتت پاره است. قدر که مثلا بچه‌ای که حالی درساشون اینجا خلاص شده، یک چند تا از دوستا اینجا مثلا سطح B1 خلاص کردن، سطح زبانی B1 حالی هفته 2 روز برشان فقط اپاینتمنت چی میگه قرار دادن دهشان که بیاین داخل دفتر و همراهشان صحبت کنن که میخوای چی کار کنی میخوای چی کار نکنی. درست؟ همین خودش استرسش از بیکاری کده خیلی بیشتره. ولی ماهایی که مثلا درس میخوانیم فکر کن روزی 5 ساعت سر کلاسی رفت و برگشتت دیگه 7 ساعت و کارخانگی هم که میتن حداقل 2 ساعت باید بشینی کارخانگی کار کنی حداقلش. خب این خودش یک فول تایم جاب بدون مزایای فول تایم جاب. خب این دیگه اینوست دیگه.
ای دارن روی تو اینوست میکنن، روی تو نه، روی کل اجتماع خود دارن اینوست میکنن. ولی اگه مثلا تو بیکار باشی، فرض مثال فکر کن همین 4 روزی که من دویچ کورس نرفتم، 2 روزش به خاطر رخصتی، 2 روزش هم به خاطر از اینکه کار داشتم. ای مثلا حس لوزر بودن رو قشنگ درک میکنم. چرا؟ حتی مثلا استرس دارم فردا برم سر صنف، چقدر از درسا پس ماندیم. خب فقط تنها خوبیش ایسته که تازه امروز فهمیدم که تکرار درسای قدیم بوده ای 2 روزی که نرفتم، اون هم از شانس من. خب ولی مثلا اگه فکر کنم یگان درس زمان می بود که من نمیرفتم دیگه، اولی شد. خب ولی بیکاری رو برات بگم، بیکاری استرسش زیادتر است فقط به خاطر ازی که اقدر آپشن تو داری نمیفهمی کدامش انتخاب کنی. ولی زمانی که تو سر کار هستی، حداقل میتونی ماهی 200 300 400 خیلی دیگه مثلا قید بگیری، مثلا 500 600 هم شاید بتونی اینجا ذخیره کنی. مثالش دارم میگم. خب فقط کافیست یک ذره سطح چی رو بگم، چه واژه مناسب است، سطح توقع در زندگی یک ذره بیاری پایین تر. فرض مثال میخواستم بگم در جای آدیداس فیلا بپوشی، ولی فاک فیلا، اما نایکی بپوش خیره. ولی مثلا چه میدونم، نیازی نیست حتما تو جدیدترین گجت هایی که مبرایه را داشته باشی، جدیدترین آیفون در دستت باشه. نمیفهم هفته یک بار بری کالا خریدن، بهترین چه میفهم در جای از اینکه کچالوی کیلوی 2 یورویی را بخری بری 4 یورویی را بخری. خب چون اینجا بالاخره ما شما مک یکی 2 سال اینجا هستم، ولی خود تو دیدی دیگه مثلا 2 نوع مارکت هست، هر دوش یک جنس هم میتن، ولی یکیش 2 برابر قیمتش هست. یکیش مثلا اکولوژیسک میگه، یکی دیگهش ما بیو میگیم، ما بایو میگیم. یکی بیو یکی غیر بیو دیگه. به هر حال یک ذره آدم مثلا توقعات خود و چیزهای خود بیاره پایینتر، میتونی مثلا یک مقدار پول ذخیره کنی تا سر خودت اینوست کنی، سر خودت سرمایه گذاری کنی. مثلا ما روزی 8 ساعت اونجا که کار میکردیم، مثلا همین 10 دقیقه که یک ذره دستم خالی می بود که نیازی نبود حتما چه میفهم سر کامپیوتر باشم یا این کارو کنم یا اون کارو کنم، همین 10 دقیقه رو من میبودم اوکی الان دارم مثلا در بردگی زندگی میکنم، چه رقمی میشه برایم. او با انگیزه تر برمیگشتم خانه، با هم دیگه زنگ میزدیم، مثلا بر ویدیو اصلا کلا همین چنل دوباره از همون روزا دوباره شروع کردیم دیگه. درسته؟ به نظر من او رقمی آدم انگیزه بیشتری داره تا ای که مثلا تو بگی که اینال من وقت مازاد است، هر کاری که بخوایم انجام میتونم، کدامش انجام بدم. هیچ کدامش موری داخل اینستاگرام ریلز رای میکنی دندی ولایت. دقیقاً. بس از این گفتی که گجت های مثلا آپ تو دیت، فکر که آیفون پرو مکس، من دقت کردم خب کسای آیفون پرو مکس داره که هیچ استفاده ازش نمیکنه، فقط تنها استفاده که میکنه فکر کنم حداقل گیم هم نمیزنه داخلش. بگیم اوکی این مثلا به خاطر که کیفیت بهتر داشته باشه گیمش رفته آیفون پرو مکس خریده. نفر تنها حرکتی رو که میزنه که آیفون پرو مکس خود چیه؟ تیک تاک تیک تاک سایل میکنه. او هم کاش که یک ویدیو جور کنه، یک چی میگه کریئتور باشه. امیر میگم دیگه، او بیشتر مثلا در آهنگ تو خوبی و محبت گفته بودم ضریب شخصیت شده موبایل هوشمند. همیال مثلا گوشی که من همیال همراه تو صحبت کرده رایستم، یک گوشی از شاومی به نام پوکو F3. اگه خواستین میتونین بچه ها سرچ بزنین که زمانی که ای برآمده بود قیمتش چند بود و مثلا مشخصاتش رو ببینین. من از اون زمان، از اون ماه اولی که این گوشی برآمد، من ایره خریدم در کابل $360. $360 تا حالی را در دست من است و یک لحظم نشده که در دست من جام کنم. با وجود از این که مثلا امروز اتفاقا ملو میگفت تو اینقدر اپلیکیشن داری استفاده میکنی، دمت گرم دیگه. ولی باز از این طرف به خاطر که کارم با کامپیوتر است،
یک دونه مکبوک درست حسابی گرفتم، جدیدترین مثلا پردازنده گفته بچه‌ها دیگه بود. چرا؟ چون مثلا وقتی میخوای یک موزیک ویدیویی ادیت کنی یا یک روز شاید ادیتورت بند باشه نتونه ویدیو رو برسانه، سریع اینجا کارایش انجام بدی. خب یک تا میدی کیبورد کلان گرفته بودم که داخل استودیو گذاشته بودیم. دیدم آقا او کلانه نیاز من نیست. چرا؟ مثلا من کیبورد پلیر نیستم، من پیانو پلیر نیستم. پس رای کردم در فروشنده پیسش گرفتم، یک دونه خردترکش گرفتم که مثلا جمع جور باشه روی میزم جایشه با او کار بگی. حتما نیازی نیست که مثلا جدیدترین تکنولوژی ها رو داشته باشی. مانیتوری که گرفتم تا حال یگان 10 دفعه رخ زدم، ولی بیشتر به خاطر چی؟ بیشتر به خاطر از اینکه رنگی که دارم میتونی ویدیو رو بهتر ادیت کنی و کارهای روزمره تا بهتر میکنه، نه به خاطر از اینکه او والا این منحنی است، والا این طور است، والا این طور است. یکی که لازم داره سوادش داره میفهمه که از یک گجت چه رقمی استفاده کنه. مرا اعصاب مو آدمای خراب میکنه که فقط امی جنگ ولیو رو یک دفعه پیش صحبت کردیم، فقط امی تبلیغات میبینه یا که مثلا بزرگ در اینا فرو میکنه. من دازیو خیلی اعصابم خراب میشه. تو وقتی که یک چیزی رو لازم نداری خب نخر. چرا؟ اتفاقا همین گپ هم چند روز پیش شد دیگه، با یکی از بچه‌ها بودیم صحبت میکرد، لینک برام روان کرد که اینی لایت ها مثلا 500 یورو هستن، اینا رو بخرم یا نه، چون میخوایم کارهای تیک تاک شروع کنم. خب چرا آخه این لایتی که حالا من خدا قدش لایت بندی میکنم سگه حدس بزن چند گرفته؟ فکر کنم 20 یورو گرفتی، چون من از لایت دارم، البته از بر رینگ لایت 36 یورو گرفتم. حالا چون به خاطر که چی داره، ریموت داره و اینا، میتونی مثلا از دورم کنترلش کنی و اینا. وقتی یک کاری رو تو بتونی با 30 یورو راه بندازی، چرا مثلا اضافه خرج کنی؟ مثلا کمره ما هر دوی ما کمره ما یک چیز است دیگه، نه مثلا 600 یورو است، چقدر است؟ با لنزش بگی 700 یورو. نه راستی با لنزش 1000 یورو میشه. لنزای ما خوبیش است. بچه‌ش دیگه رخ میزنی. نه ولی گپ چیست که مثلا پیش از این که بخوای تو همین کمره رو بگیری، خب تو چی میخواستی بگیری؟ مثلا 5D Mark 4. چرا؟ چون مثلا در کابل که بودیم دیگه همی هر کس 5D Mark 4 داشت، میگفتیم مو باید پدرش نالت چی یک کمره در دستش است. نه خیلی مال در ایران و افغانستان تا حال را چیه 5D حکم چی را داره؟ حکم کامره های هالیوود رولز رویس داره. ولی خب مثلا همین کمره مثلا واکسین قدم از این کمره رکورد گرفتیم، موزیک ویدیو واکسینه. خب و میتونست بهتر هم باشه به خاطر شرایط لایتینگ و تو چیزا، ولی خب هنوزم بد نیست. به هر حال ولی من تنها اینوست چی مگه گجتی را کردم، همین کمره و همین مایک و همین ساوند کاری را گرفتم، مثلا پشیمان نیستم. احساس غرور میکنم. ولی آجی ما همین لوازمی که همیالی گرفتیم، خب اگر آهنگ گنگ با ملو که رکورد گرفته بودیم، هادی باورش نمیشد مثلا اون رو من میکس مستر کردم. چرا؟ چون میگه آهنگ پتومت هم با امیر رقمی رکورد گرفتیم دیگه. میگم حتی مثلا میکروفون تو برای صدای ما و تو خیلی بهتره تا این که الان پیش ماست. چرا؟ چون این یک ذره مثلا فرکانسی های بالا را نازکی صدا را بیشتر میگیره، مال تو که از غوری صدا را بیشتر میگیره. یو ولی خب میگم مثلا باورش نمیشد، میگم که سبک میکس مسترینگت هم تغییر کرده، های کوالیتی آمده. فکر میکرد استودیو رفتیم، پرودیوسرش هم یک نفر دیگه بوده. یعنی میتونی با لوازم ارزانم کوالیتی بدی بیرون که مثلا قابل قبول باشه. دقیقاً میخواستم همین رو بگویم. و ناگفتن همانه این اتاقی که معصوم اینه میتونه که در دیوار پشت سر میبینین انیمیتوریست، نه ساوند پروف است نه هیچ چیزی. چی نمیندازی؟ نه اوکی دفعه دیگه چی تاول چی میشه؟ جان پاک
دفعه دیگه کدی جامپاک امتحان کن. اوکی بچه چقدر رفتیم ADHD های ما از کجا آمد در کجا ما رو برد. اشکال نداره این هفته چون قرار پارت کنیم یک کمک زر اگه زیادم شد اشکال نداره. بریم بعدی. یک بحث سنگین هم میخوایم که دواز کنم. دپریشن. قرار به یک بحث دیگر روی دپریشن من امروز دید پیشنهاد دادم. تو یک بحث دیگر میخواستی؟ دپریشن اد کردم چون از دپریشن میتونیم در از بحثایی که من میخواستم کنیم من بریم. دقت کردی کسایی که این طرف هست با ای که زندگی گبیتو لاکچری تری داره دپرستر از کسایی که در افغانستان ایران است. البته ایران رو نمیفهم، کسایی که در افغانستان است بیشتر از اون دپرس هستن، تحت فشار هستن. متاسفانه کسایی که داخل افغانستان لاکچری دپرس بودن رو ندارن. دپریشن مگه لاکچریه؟ باورت نشه. نه میفهم از چه خاطر بگم، بیشتر به خاطر ازی که ای که زنده بمانی خودش به اندازه کافی انگیزه میخواه. ای که مثلا وقتی بیرون میری در انتحاری برابر نشی، وقتی بیرون میری در یک اتفاق دیگه برابر نشی، یک طالبی سونه چپ سعی نکنه و در تومت ناق برابر نشی، خودش به اندازه کافی استرس خود داره. ای که مثلا شاو سر دسترخوانت نان بیاری خودش استرس خود داره. یک رقم های مثلا تو در سروایو مود هستی که اصلا در این فکر چی میگه وقتش نداره که در دپرس بودن فکر کنی. دقیقا احساس میکنم مثلا دپریشن هم یکی از لاکچریای جهان اول و دومه، زندگی مدرن. این ویدیوهای چیز در نیوز فید تو هم میاد یا نه؟ ویدیوهای عروسی های رومانیه یا آرمانیه؟ اونجا چه خبر داستان چیه؟ دخترک 12 سالشه یا 11 سالشه اوره عروس و لباس عمو هم سیگرت میکشه. نه 9 سالش بالایش سیگرت میکشه. چه وضعشه؟ یعنی من او رو دیدم سر عروسی های افغانی خود ما اقدر شکر کشیدم. من فکر میکنم عروسی های ما کرینجه. باز آهنگ کردی چرا مانده بود؟ شاید چیز دیگه، شاید یک سری ریتما و آلات موسیقی مثلا شبیه هم باشه. هیچ یک دانه دندان سالم نمیدیدی بین از او. شیت ولی خیلی ترند شده. با خدا فکر کنم امو اصلا وقت از این داره که در دپرس بودن فکر کنه. خب میگم امو رو میگم نه، اونا فقط همو رو میخواین و دمو مثلا مردم افغانی که داخل افغانستان هستن و اولادای خود زن میتن یا اولادای خود شوی میتن، مثلا تمام انگیزشان و نموست به خاطر ازوس اکثر اوقات میبینی خیلی ها. من احساس میکنم زنده ماندن یکی از بزرگترین عواملش امید داشتن است. خب جدا از این که بالاخره از لحاظ صحی و دیگه خیلی مثلا عوامل صحی تاثیر میذاره روی مثلا ای که چقدر تو زنده هستی، ولی روابط اجتماعی روی زنده بودن، روی از این که مثلا تو چقدر بخوای در زندگیت ادامه بدی خیلی تاثیر داره. و احساس میکنم اکثر خانواده های افغان ما و شما بعد از این که اولادای خود فرض مثال چی میکنن، در شوی میتن یا در زن میتن برشان زن میگیرن، احساس میکنن که رسالتشان دیگه خلاص شده. مثالش مادر کلانم میفهمی چی میگه؟ مادر کلانم میگه من همی بخیر بچه علی رو ببینم و از دنیا برم. میگم خیلی اگه گپ سر از او باشه من هیچ وقت زن نمیگیرم تو ابد زنده بمونی. شت موتیویشن خوب است دیگه. چی موتیویشن؟ ما بخوام مادر کلانم از دست نه کل وزیر میسته که هر کسی یک گولی برای خود جور میکنه، تعیین میکنه، باز امید به رسیدن از او گل مثلا آدم موتیویت میکنه که زنده نکنه. مادر کلانم
میگم نکنم مادر کلانم فهمیده من زن نمیگیرم. هدف بر خود گذاشته. والا او رو باید از خودش بپرسی. بعد دپرشن جوردن پیترسون بود کی بود میگفت دپرشن یک لاکچری است. پیشتر یک گپی رو زدی که مثلا وقتی آدم انتخابای زیاد باشه بین از اون انتخابات گم میشه و قدرت تصمیم گیری ضعیف میشه، نمیتونه یک چیز تصمیم بگیره، احساس لوزر بودن میکنه و زمین احساس لوزر بودن دپرشن میاره. من فکر میکنم برای افغانایی که این طرف آمده، مثلا نسل 15 تا 30 هم کسایی که امی اواخر آمدن در اروپا، دقیقاً از هم از این موضوع دپرس میشن. چون فکرش که در ایران یا افغانستان فامیل خانواده میگفت اگه وضع مالی خوب میبود، اگه همه چی اوکی میبود، مثلا در طبقه متوسط جامعه میبودی، همه از تو انتظار داشت یا دکتر شوی یا انجینیر. اوکی. ولی این طرف وقتی آمدی از لحاظ اقتصادی دیگه هیچ غم و غصه نداری، چون خود دولت تو را تامین میکنه. باز او وقت میبینی شد تنها دکتر و انجینیر مثلا گزینه نیست، آلترناتیو نیست. تو میتونی پرودیوسر شوی، تو میتونی دامپزشک شوی، تو میتونی نمیفهم بیزنس بخونی، تو میتونی اقتصاد بخونی. خیلی انتخابای دیگه در پیش پایت میایه که تو در وسط گیج میشی دیگه. چی میگه ساعتم تیر شده میره تیک تیک، چی میگه کلاک استیکینگ. تو نمیتونی تصمیم بگیری، استرس هم میایه برات، باز حس لاست بودن، حس سردرگمی میگیری که همون موجب میشه که دپرشه. البته این نظر مسته. من احساس میکنم از اون که یک ذره بحثش عمیق‌تره. خب بیشتر به خاطر از اینکه ما و شما انسان ها کلن، یعنی از چیزی که هستن خود دست زیادتر میگیرن، دست کم نمیگیرن، دست زیادتر میگیرن. اوکی. مثلا کسی که پارتنرش مچ ایدئالش مثلا 5 از 1 تا 10، فهمیدی؟ دنبال 8 میگرده و هر باری هم که او 8 ردش میکنه ای دپرس میشه، چون که خودش احساس میکنه که خودش هم واقعا 8 در حالی که 5. میدونی؟ و همونطور هم در قبال شغلی مثلا نفر خیلی های دیگه هستن که باهوشتر از خیلی های دیگه هم هستن، فهمیدی؟ ولی طرف توقع داره که فقط به خاطر ازی که چنین کارنامه‌ای داره راحت برش کار پیدا شوه، ولی سعی میکنی پیدا نمیشه و مجبور است بره کارهایی رو انجام بده که در لولش نیست، در شأنش نیست. مثلا دنبال کار 8 میگرده ولی کار 5 پیدا میشه، چون فکر میکنه خودش 8 ولی در واقع 5. خب این یک سوشال کانترکت، یک قرارداد اجتماعی است. خب مثل زبان. زبان هم یک قرارداد اجتماعی است، نه؟ ما و شما میگیم که ما بیا همه اینی رو میگیم انرژی درینک. اوکی، همه قبول کردیم اینی نامش انرژی درینکه. خب قرارداد شد زبان. همه قبول داریم که سطح خوشگلی نفر 5. ای که خودش مثلا میخوای آیدنتیفای کنه از 8 این مشکل خودش است. خب ولی ما من حیث اجتماع نفر مثلا متوسط میبینیم برحال، و این باعث میشه که تو با این موضوع کنار میایی. چون ببین خیلی هم هستن مثلا غمگین بودن با دپرشن اشتباه میگیرن. خب یک کم ذره فوکس کنیم مثلا روی یک بخش چه میگه خاصی جامعه. فکر کن درباره مهاجرایی که در امی اواخر آمده داخل اروپا با نمیفهم شوک فرهنگی و از چیزا، چی میگه کلن چیزی را که فکر میکردن نبودن ولی مثلا از لحاظ روحی یکم ذره داون هستن، دپرس شدن. همین تجربه ای که ما و تو خودمون داشتیم
درباره از این ما میخوایم صحبت کنیم. خب دقیقاً همین چیزایی که گفتم همه اینا شامله. فرض مثال من میدونم آدم جذابیم، خب از لحاظ قیافه‌ای و دیگه رو اصلا بی خیال میذاریم کنار، خب چون بالاخره هر کسی روزای خوب و بد خود داره، خب ولی از لحاظ کاراکتری من میدونم که با هر کسی من میتونم صحبت کنم، با هر کسی میتونم چرب زبانی کنم گفته بچه‌ها، خب ولی به خاطر که زبان یاد ندارم من مثلا در انگلیسی اوکی میتونم، در فارسی میتونم، ولی زمانی که میای اینجا میبینی که او شت انگلیسی و فارسی نمیچله، در دویچ نه که فقط بگم مثلا برم با دخترها مثلا چرب زبانی کنم، حتی تو میخوای بری چی میفهم یک تا جنس میخوای بخری، حتی مثلا ای که تجربه خوبی را از خرید از اون جنس داشته باشی، با کسی که دم غرفگگ پول شماری شیشته یک دو کلمه رد و بدل میکنی، هم روز او را میسازی هم روز خوده که نه، ولی خب مثلا خاطر خوبی میمونه، یک انرژی مثبتی رد و بدل میشه. یا فرض مثال میخوای بری با مثالش در این روزا من دنبال خانه میگردم نه، حتی با همین صاحب خانه یک ذره چرب زبانی کنی، ولی میبینی که نه نمیتونی به خاطر که زبان بلد نیستی، زبان در حدی بلد نیستی که چرب زبانی کنی، زبان در فرهنگ در او حد نمیشناسی که مثلا چی برای اینا خنده داره. خب ایش وقت میگیره تا ای که شما زبان مثل خیلی آماتور داخل مکتب یاد میگیری، باز بیایی همون رو فکر که یک خارجی بره در مکتب فارسی یاد بگیره، باز بیایی در جامعه رقمی گپ میزنه من در راه هستم من خواهم آمد. تنها بحث از او هم نیست، مثلا جوکایی که موش مداخل افغانستان میگیم اینجا اگه بگیم به نهایت آفنسیو است. جوکا رو اینجا بگیم کنسلیم. دقیقاً. و یک بحثش هست. یک بحث دیگهش هم هست، مثلا خیلی هایی که مثل ما در 2 سال اخیر آمدن، بعد از طالبا آمدن، اکثریتشان کسایی هم بودن که در رده سنی ما بودن. خب وقتی جوانتر باشی بیایی زودتر زبان یاد میگیری، موقعیت‌های بیشتری برات وجود داره، خب آپشن‌های بیشتری برات وجود داره، ولی مثلا در سنی که ما آمده، مثلا اگر من یک سن بالاترم می آمدم که زن و بچه‌م می داشتم، بازم اونقدر مثلا شاید دپرس نمی‌بودم. چرا؟ چون میگفتم اوکی من کم کم زندگیمو پیش میبرم، ولی تمرکزم روی اولادایم، مثلا اولادایم خوبتر داخل جامعه انتگریت شد. روی یک چیز دیگه بود، یک چیز کلانتر ازی داشتی که در خودت فکر کنی. باز یک گپ دیگه هم که هست، مثلا تو که احساس مثلا ایره میکنی که اوکی من از اون شرایط نجات پیدا کردم آمدم، ولی این سروایورز گیلت یا فارسیش چی میشه، ای گیلتی مقصر، حس گناه، این حس گناه بازماندگی، همچین چیز سروایورز گیلت نمیدونم چی میشه، حس گناه بازماندگی. مثلا من نجات یافتم ولی فکرم افغانستانه. حتی اگه من اینجا کل روزای من با تخم مرغ تر کنم، مثلا فقط تخم مرغ پخته کنم برای خود بخورم، ولی بازم میگم شاید همین تخم مرغ هم در افغانستان خیلی ها نداشته باشن. یک رقم میگم اونم داستان اسپایرال است، فهمیدی؟ یک انرژی منفی در انرژی منفی تکر میکنه و دیگهش در دیگهش، فهمیدی؟ یک سلسله اتفاقاتی رو اوکی میکنه که تو نتونی. از یک طرف فرض مثال بین رفیقایم که میروم شاید اندردرس همه ما باشم، منظورم از اندردرس یعنی مثلا بقیه شاید چه میفهم AJ4 در پایشان باشه، کفشای 400 یورویی 500 یورویی، خب ولی ما مثلا به خاطر از این که او هم با رفیقای خوب خود مثلا خوش استایل خود داریم میبراییم، من مثلا شاید ایرفورس وان های خود بپوشم. درست؟ ایرفورس دیگه آل تایم گوته. و مثلا میبینی نفر حداقلش یک دونه نورت فیس، کت نورت فیس در جانش هست، فهمیدی؟ مال ما یک دونه کت 60 یورویی مثلا 2 سال پیش خریده بودم برام. ولی از یک طرف اگه بیایم من مثل اینا، خب بالاخره اما مدتی که کار میکردم میتونستم افورد، یعنی میتونستم بخرم، ولی خب همون لحظه ای هم که تو میری داخل همین فروشگاه با خودت میگه اوکی من 500 یورو میبند کنم در یک کت. تو هم همین رقمی بودی؟ مثلا من که اول اینجا
تازگی آمده بودم مثلا یک دانه جینس میخواستم بخرم مثلا در افغانستان مقایسه میکنی 150 یورو. خب باز میفتم شد 150 یورو در پیسه افغانستان میشه 10,000 افغانی. تو فاک و چرا 10,000 افغانی رو بدم یک جینس بخرم؟ ولی حال دیگه او رقمی فکر نمیکنم. حال دیگه مونتکله 1,500 یورویی میخری. خب اون روز رفته بودیم در یک فروشگاه آف خورده بود. خب رفتیم یک دانه جنس گرفتم که یک دانه هودی دوتاش با هم شد 450 یورو. گفتم شیت. گفتم اگه ای آف نمیخورد چقدر میشد؟ میگم مثلا من اونو سروایورز گلتی که دارم اجازه نمیده مثلا آنچنانی که میخوای. حتی فکر کن مثلا شبا با بچه ها میخوای تایم سپری کنی، شب 1 ساعت 2 ساعت مثلا با ملو بچه های دیگه میرم فورتنایت بازی میکنم، 1 ساعت 2 ساعت نمیرسه. فهمیدی؟ در ظرف 1 ساعت اگه وینم بگیریم میگیم بس دیگه شبتان خوش، اگه وینم نگیریم اصاب متخمی میشه میگیم بچه ها شب خوش. خب ولی همون 1 ساعتی هم که مثلا وقت تلف میکنم میگم که وقت تلف کردن نیست دیگه، یک رقم های چیسته سوشالایز اصلا. سوشال لایف در این طرف خیلی سخت است به نظر من، به خصوص وقتی که روتین داشته باشی. فقط آخر هفته ها رو داری که مثلا کتی 1-2 تا اندوالت ببینی، ولی در ادولت لایف همون 2 تا اندوال کثافت سگت کل هفته رو بیکار است، باز آخر هفته که تو بیکار هستی و میره سر کار. دقیقاً. یعنی مثلا کلگی ما داریم برنامه میچینیم برای جولای بود یا جون؟ جولای. برای جولای. من الان دارم چند تا کار اپلای کردم، شاید تا وقت سر کار برم. اندیوالای کثافت. بسیار اندیوال کثیف هستی. ولی حالا از بحث دپرشن زیاد دور نشیم، بگم خیلی غمگین بودن با دپرشن چی میکنن و اینم در نظر بگیرین که علائم دپرشن میتونه خیلی متفاوت باشه. مثلا من دیشب داشتم فیلم سعی میکردم، در بسته زندگیم تا جایی که من یادم میاد این رقمی فیلم سعی نکرده بودم. یعنی از لحاظ واکنش های خودم، نه تنها فیلم، مثلا یک چند دقیقه ریلز سعی کردم، ریلز در اینستاگرام، حتی همونا رو مثلا واکنش هایی که خودم نشان میدادم مثلا مثل همیشه نبود. و یعنی روی ریلز فقط سیل میکردی ولی فکرت یک جای دیگه بود؟ نه اتفاقا اوقاتی که نرمالم واکنش نشان نمیده. مثلا اوکی فیلم دارم میبینم ببینم چی میشه، مثلا چی میشه، ولی دیشب چه خرسک قشنگی ده و بغل. فهمیدی؟ خب پس مغز دنبال یک اسکیپ روم بوده. نه فهم دیگه. خب برای خودم چون تو خودت بهتر از هر کسی خودت میشناسی، چیزایی که در تو تغییر میکنه را زود متوجه میشی. و وقتی ایران من متوجه شدم، مثلا الان بر جلسه روانشناسی بعدی مثلا بحث برای صحبت کردن دارم که چرا واقعا آیا من دپرسم که تغییر کرده همه چیز دمه، حتی مثلا این چیز ساده در این حد مثلا دمه تغییر کرده. نکنم من دنبال چیزایی میگردم که مرا انترتین کنه، حس خوشحالی بده که مثلا اینا رو میبینم ما واکنش نشان میتونم. همین بحث اسکیپ روم در کجا بود شنیدم یا خواندم، حالا هرچی، در ناخودآگاه آدم همیشه یک اسکیپ روم هست. وقتی که فشار روی خودآگاهت زیاد میاد سریع و اسکیپ روم باز میشه. خب مثلا اگه یک وقتای خیلی غمگینی، بعد اسکیپ رومت مثلا تو رو یک جای میندازه سریع که در یاد خیلی خاطره بدی میفتی، مثلا اولین اکست، نمیدونم اولی، یا که در یاد از این میفتی که اگه من آلی اینجا هستم مثلا در اشتوکیم همچین حرکتی شده بود. خلاصه یک خاطره بدی رو در
در یادت میاره که تو مصروف هم از او شوی، مثلا مغزت دمو فکر کنه. بعض وقتا میتونه کلن برعکس عمل کنه. مثلا همین که تو میگی یک چیزی که برای در حالت نورمال و قدر جذاب نیسته، در اون وقت اسکیپ روم ناخودآگاهت فعال میشه که کل اتنشن تو روی امازون میبره، خیلی امور مثلا 3 برابر 4 برابر جذابتر و هیجانی تر برات نشان میده. نشد هفته دیگه که با روانشناس در مورد از صحبت کردم، نتیجهش باز داخل پادکست بگیم که مثلا حتما بگو چی میتونه باشه. البته این تئوری ماه دیگه، من نمیفهم، شاید هم درست باشه شاید هم غلط باشه. نه میگم باز هر کسی هم تفاوت داره نه. دیگه ببینیم چی میشه. اوکی. یک بحث دیگه مونده بذار هفته بعد دیگه. چی هست؟ یک بحث دیگه مونده بازور کلن یک اپیزود دیگه کلن میگیریم، چون بحث جالبی است. بحث جالبی، هم جالب هم طولانی نه؟ خیلی طولانی باشه، میتونیم 2 ساعت اپیزود بگیریم. اوکی بچه، اول از همه اگه تا این قسمت بودین یک دونه علامت بادپکه ایموجی پکه داره بانین و قدردانی کنین از احمد که این اپیزود اتفاقا از اپیزودهای دیگه کده بیشتر صحبت کرد. بچه‌م دقت کردین یا نه؟ تشویقش کنین بچه‌ها. مرا اگه شانس بدیم من زیاد گپ میزنم. بچه‌ها تشکر دیگه، تا اپیزود بعدی. پیس. اوت.